عزیزم از دامپزشکی اومده بودن سرکشی، گفتن آقای رشیدپور به گوسفندات چی میدی؟ گفت پوست خربزه هندونه. 1,000,000 تومان جریمش کردن. 6 ماه بعد اومدن چی میدی بهشون؟ گفت جوجه کباب، چلو مرغ، دوباره 1,000,000. 6 ماه بعد اومدن گفتن چی میدی به گوسفندات؟ گفت به خدا قسم به خودشون پول میدم. میگم هر چی دوست داری خودتون بری بخرم. برو باید احتیاج. حالا اومده به من میگه من از ببعی مهربون تر ندیدم. گفتم چطور؟ گفت اینقدر این حیوان با معرفتی، تا منو میبینن میان جلو منم میگم چاکرم. خیلی ارتباط صمیمانه. همین حیوانکی قرص اکس خورد، جوگیر شد، جفتک زد، اومد وسط خیابون در بس کشتارگاه غیر زدیدیشو به دور کل زد. آقای محترم یه بار سپاسگزارم، خیلی خیلی تشکر میکنم از مدیری بسیار خوبمون جناب آقای رضا رشیدپور، معروف به رضا جمونگ. یه دست قشنگ. بر چی میخندی؟ شما خبر نداری بر چی میخندی؟ در سریال جمونگ همین که بانو سوسانو بیوه شد، رضا خوشحال ترین مرد ایران بود. سریع حسین به من زنگ زد، گفت حسن جان من این اتفاق رو به فال نیک میگیرم، خودم نوکریشو میکنم. گفتم رضا خجالت بکش، اون 2 بچه داری، تو خرج خودتو به زحمت کار میکنی. گفت ساکت شو. نه خانم شما صحبت رو بکنی. شو به من گفت ساکت شو که تو از عشق هیچی نمیفهمی. گفتم تو که ته عشقی میدونی به من بگو بدونم عشق یعنی چی. در پاسخ به من گفت عشق یعنی 3 ثانیه نگاه، 3 دقیقه خنده، 3 ساعت صحبت، 3 روز آشنایی، 3 هفته دوستی، 3 ماه وفا، 3 سال انتظار، 30 سال پشیمونی. اینطور که شما میخندید معلومه همه زخم خورده عشقید. شاعر میفرماید بی عشق به سر نمیبری ای دل من، خوب است ولی بی هنری ای دل من هیچ نگفته خود به خود میرنجی، از شیشه شکستنی تری ای دل من. به افتخار اون عزیزانی که دلشون به وسعت دریاست و همیشه عاشقه، یه دست عاشقانه به نوازید خواهش میکنم.